سلام بر شما، شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از طلوع و طلوع نیوز با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. در آغاز هم سرخط خبرها. ایجاد یک ائتلاف تازه سیاسی، احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان یک ائتلاف تازه سیاسی شکل داد. کمک کننده هست به وحدت ملی و امنیت ملی افغانستان. عدنی یک بازی است، بازی خطرناک است. توافق ناتو درباره افزایش نیروهای بیشتر. وزیران دفاع ناتو درباره افزایش شمار نیروهای این پیمان در افغانستان به توافق رسیدند. مقام‌های نظامی ما درخواست کردند که چند هزار سرباز و افسر بیشتر به افغانستان فرستاده شوند. استفاده از راه‌های بدیل ترانزیتی پاکستان. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که تا اکنون توانستند بیش از 3 راه بدیل ترانزیتی و بازرگانی پاکستان را در منطقه دریابند. یکی از راه‌های بدیل ترانزیتی که ما را از متکی بودن به پاکستان بیرون میاره، کم استقلالیت میبخشه، او فعالسازی بندر چابهار است. و وضعیت بد مهاجران در اردوگاه فرانسه. خوش آمدید به این ساعت خبری. تا یک ساعت دیگر من میزبان شما هستم. مشروع خبرها. احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان یک ائتلاف تازه سیاسی تشکیل دادند. سران این احزاب پس از گفتگوها و رایزنی‌های چند روزه در ترکیه خواسته هایشان را از حکومت و رئیس جمهور فهرست کردند. در بخشی از توافقنامه این ائتلاف رئیس جمهور به انجام کارهای غیر قانونی و انحصار قدرت متهم شده است. با این همه سران این ائتلاف میگویند که در پی براندازی نظام نیستند و هدفشان آمدن اصلاحات بنیادین در حکومت و ویژه در نهادهای امنیتی کشور است. منابع به طلوع نیوز میگویند که قرار است این توافقنامه در آینده های نزدیک از سوی اعضای این ائتلاف در داخل کشور امضا شود. گفتگوها و رایزنی‌های سیاسی سران احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی مردم افغانستان و جنبش ملی اسلامی افغانستان در ترکیه بر به میان آمدن ائتلافی انجامید که آن را ائتلاف برای نجات افغانستان نام گذاشتند. این ائتلاف در یک توافقنامه‌ای که در آن امضای دیده نمی شود همگانی شده است. توافقنامه‌ای که 4 بخش دارد. پشتیبانی از خواستهای پسین جمعیت اسلامی در نخستین بخش این توافقنامه یکی از اولویت‌های ائتلاف برای نجات افغانستان را می‌سازد. در این میان بازگرداندن اعتماد ملی، تلاش برای برگشتاندن صلاحیت‌های معاون اول رئیس جمهور و وزیران، تلاش برای عملی شدن صلاحیت‌های معاون دوم رئیس اجراییه، تاکید بر برگزاری به موقع انتخابات‌های پیشرو و تلاش برای به میان آمدن تغییر در نهادهای امنیتی، فشرده‌ای از دیگر اولویت‌های ائتلاف برای نجات افغانستان بر بنیاد این توافقنامه هستند. کمک کننده هست به وحدت ملی و امنیت ملی افغانستان. منتها این تحقیق باید شود، دیده شود که ائتلاف روی چی اساس صورت گرفته. موضع‌گیری یکسان جامعه جهانی در پیکار با هراس‌افکنی و همکاری امریکا و متحدانش و نیز روسیه و همپیمانانش با افغانستان در پیکار با هراس‌افکنی خواست‌های این ائتلاف از جامعه جهانی هستند. اگر واقعا میخواه اصلاحات اینمی هم جزء حکومت است، بیان اصلاحات بیار کنند. اگر نه یک بازی است، بازی خطرناک است، بر کشتن مردم است، بر بین بردن یک نظام یا حکومتداری است، هم بر مردم بگوید. در این توافقنامه رئیس جمهور غنی به انجام کارهای فراقانونی متهم شده است. ائتلاف از رئیس جمهور خواسته است که به صلاحیت‌های ریاست اجراییه، معاون نخست ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست اجراییه نیز احترام بگذارد و در فرجام بررسی حمله بر کاروان جنرال دوستم در فاریاب و نیز محاصره دفتر کارش در کابل، شناسایی عاملان تیراندازی بر تظاهرکنندگان
رانندگان 12 جوزا در پایتخت، شناسایی عاملان حمله انتحاری بر مراسم به خاکسپاری پسر معاون نخست مجلس سنا و حمله بر مسجد الزهرا، فرجامین خواستهای ائتلاف برای نجات افغانستان را از حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور می سازند. ریاست جمهوری در واکنش به خواستها و انتقادهای ائتلاف برای نجات افغانستان از حکومت و رئیس جمهور چنین میگوید: در صورتی که شخصیت‌های سیاسی و جریان‌های ما نسبت به وضعیت موجود معترض هستند، بهتر خواهد بود که طرح بدیلشون که کمک کنه برای بیرون رفت از وضع موجود او را ارائه کنند. و نکته سوم است که همه شخصیت‌هایی که در شامل حکومت هستند باید مسئولیت پذیر باشند. ما اگر دستاورد داریم افتخاراتش به همه برمیگرده، اگر ناکامی و نارسایی داریم هم مسئولیتش متوجه همه است. با این هم سخنگوی حزب جنبش ملی میگوید که سران این ائتلاف به زودی به کشور خواهند آمد و در کابل یا در یکی از ولایت‌های دیگر در یک نشست بزرگ مردمی اعلام موجودیت خواهند کرد. وزیران دفاع ناتو درباره افزایش شمار نیروهای این پیمان در افغانستان به توافق رسیدند. دبیرکل ناتو میگوید که این پیمان به پشتیبانیش از افغانستان پس از سال 2017 میلادی نیز ادامه خواهد داد. در همین حال وی تاکید می‌ورزد که ناتو به تنهایی نخواهد توانست ثبات دائمی را در افغانستان تامین کند و حکومت افغانستان باید در آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری به وعده‌هایش پابند باشد، زیرا فساد اداری یک تهدید راهبردی خطرناک برای امنیت افغانستان است. دبیرکل ناتو می‌افزاید که کشورهای عضو این پیمان درباره پناهگاه امن طالبان و شبکه حقانی در خاک پاکستان با مقام‌های این کشور گفتگو کردند و نابودسازی این پناهگاه برای حل بحران در افغانستان یک نیاز جدی است. در پایان آخرین بخش نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو که ویژه افغانستان بود، دبیرکل این پیمان تایید می‌کند که نیروهای بیشتر به افغانستان فرستاده خواهند شد. شمار دقیق نیروها و اینکه کدام کشورها حاضر شدند حضورشان را در افغانستان گسترش دهند هنوز نهایی نشده است. مقام‌های نظامی ما درخواست کردند که چند هزار سرباز و افسر بیشتر به افغانستان فرستاده شوند. امروز می توانم تایید کنم که ما حضورمان را در افغانستان افزایش می دهیم. در همین حال ینس استولتنبرگ تاکید می ورزد که آنچه به حکومت افغانستان برمیگردد باید انجام یابند. فساد اداری یک تهدید راهبردی خطرناک برای افغانستان است. این پدیده یکی از علتهای اصلی ادامه بی‌ثباتی، خشونت، شورشگری و فعالیت هراس‌افکنان در افغانستان است. در همین حال سرپرست وزارت دفاع ملی که در این نشست شرکت کرد میگوید که آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی کار ساده نیست، زیرا در 15 سال اخیر و در حکومت پیشین بخشی از تعیینات ناقص بوده است. تقریبا اردوی 15 ساله است یا نهایت 16 ساله و پلیس ما عین شکل که در ریفورم آمده، یک پلیس تقریبا 9 سال یا 10 سال است که با او کار میشه. اگر ما مقایسه کنیم یک طفل 10 ساله را و یا 15 ساله را یک سلسله اشتباهات داشته می باشه. در این میان از پناهگاه‌های امن هراس‌افکنان در پاکستان نیز سخن زده می شود. ناتو و کشورهای دیگر با پاکستان درباره پناهگاه‌های امن طالبان و شبکه حقانی گفتگو کردند. برداشتن این مشکل یک بخش مهم راه حل بحران کنونی افغانستان است. بر بنیاد برخی از گزارش‌ها قرار است در حدود 4000 نیروی آمریکایی و در حدود 3000 نظامی از کشورهای دیگر عضو ناتو و کشورهای همکار این پیمان به افغانستان فرستاده شوند. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که خروج نیروهای خارجی از افغانستان شتاب زده و بسیار زود انجام شد. جیمز ماتیس تاکید می‌ورزد که اگر ناتو وظیفه‌اش را در افغانستان ناتمام بماند، جهان با خطر انتقام هراس‌افکنان روبرو خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا می‌افزاید که پس از نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل در حدود 70% کاستی‌های مأموریت ناتو در افغانستان از میان برداشته شدند. پس از نزدیک به 3 سال از پایان مأموریت جنگ ناتو در افغانستان، وزیر دفاع آمریکا میگوید که عقب نشینی ناتو از این کشور شتاب زده و پیش از وقت بود.
این سخنان او در تضاد با سخنان دبیرکل ناتو بود، زیرا ینس استولتنبرگ پیش از این تاکید ورزیده بود که شاید بهتر بود ناتو پیشتر از سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون میشد. هنگامی که به عقب می‌بینیم به یک توافق نظر می‌رسیم که ما شاید نیروهایمان را بسیار شتاب زده بیرون کردیم، شمار نیروهایمان را بسیار شتاب زده کم کردیم. وزیر دفاع امریکا می‌افزاید که به زودی راهبرد تازه این کشور درباره افغانستان نهایی خواهد شد. بر بنیاد آنچه که در اینجا گفتگو کردیم، هنگامی که با واشنگتن برگشتم با رئیس ستاد مشترک ارتش که به تازگی به افغانستان رفته بود نیز سخن خواهم گفت. پس از آن پیشنهادهایم را درباره راهبرد تازه نهایی می‌سازم. بدیهی است که تصمیم را رئیس جمهورمان خواهد گرفت. در همین حال سرپرست وزارت دفاع افغانستان از گسترش حضور ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان استقبال می‌کند. دیدگاه مثبت دارم که انشالله زود دشمن در افغانستان ناکام میشه و دولت افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به کامیابی میرسه. وزیر دفاع آمریکا درباره پایان مأموریت آمریکا در افغانستان چیزی نمیگوید. به گفته او زمانبندی برای جنگ کار درست نیست، زیرا جنگ در اصل یک پدیده غیر قابل پیش بینی است. اتحادیه اروپا پیشبینی آینده افغانستان را دشوار می‌داند، اما به بهبود اوضاع این کشور امیدوار است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که هرچند ناامنی‌ها در افغانستان افزایش یافتند، اما وی رهبری را متحد برای بهبود بخشیدن به اوضاع افغانستان می‌بیند. وی صلح و پیشرفت افغانستان را به سود تمامی کشورهای منطقه می‌داند. اتحادیه اروپا ثبات را در افغانستان برای تمامی کشورهای منطقه مهم می‌داند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که صلح و امنیت در افغانستان و توسعه این کشور برای تمامی کشورهای منطقه مهم است. بانو موگرینی می‌افزاید که با وجود چالش‌ها در افغانستان آینده این کشور خوشبین است. پیشبینی دورنمای افغانستان همیشه دشوار بوده است، اما من یک رهبری متحد را در افغانستان می‌بینم. من می‌بینم که آن کشور آماده رقم زدن سرنوشت خودش است و این کار به حمایت منطقه و بین المللی ضرورت دارد. متحدین منطقه‌ای نیز اهمیت این همکاری را درک می‌کنند و می‌دانند که صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان به سود تمامی کشورهای منطقه است. در همین حال فرانسه یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا از همکاری‌ها با افغانستان سخن می‌زند. در سالهای اخیر ما در افغانستان حضور داشتیم و فرانسه سرمایه‌گذاری زیادی در این کشور کرده است. ما اکنون وارد یک مرحله تازه از دوستی دو جانبه با افغانستان می‌شویم و درباره افزایش شمار نیروهایمان در افغانستان نیز رایزنی خواهیم کرد. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین کمک کنندگان برای افغانستان است. این اتحادیه از سال 2002 تا کنون 3.66 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است و تعهد سپرده است که تا سال 2020 1.4 میلیارد دلار دیگر نیز به این کشور کمک کند. دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها. فرمانده حزب اسلامی در بغلان حکومت وحدت ملی را فاسدترین حکومت میگوید. این فرمانده که به گفته خودش شمار زیاد زیردستان تفنگدار دارد میگوید که تنها از بهر دستور گلبدین حکمتیار با این حکومت فاسد آتش بس کرده است. از سوی هم به باور این فرمانده حزب اسلامی اگر مواد توافقنامه حزب اسلامی با حکومت عملی شود، بیشتر طالبان را در بغلان نیز به روند صلح خواهند پیوست. در همین حال فرمانده پلیس بغلان با آنکه صلح حزب اسلامی را با حکومت به سود کشور می‌داند، اما میگوید که آنان توافق توان تامین امنیت را دارند. فرمانده میرویس که ادعا میکند 1000 مرد مسلح دارد و این تفنگداران بخشای از ولسوالی بغلان مرکزی، دوشی و شهر پلخمری به شمول بخشایی که معادن کرکر و دودکش در آنها قرار دارند از حکومت وحدت ملی سخت انتقاد میکند. به خاطر جیب پر کردن و منافع شخصی خود اینا تا تلاش میکنند. در غم وطن ملت هیچ کس نیست حکومت. ولی بغلان نمیخواهد تا درباره این گفته ها چیزی بگوید. این فرمانده حزب اسلامی می‌افزاید که اگر جزئیات توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به گونه کامل عملی شوند،
وی امنیت بغلان را در درازای 6 ماه به گونه کامل تأمین خواهد کرد. برادرای طالبی که فعلا مخالفی حکومت هستند اکثرشان با ما در موافقه هستند و فعلا با ما رابطه دارن. ما را میگن اگر احیانا ببینیم که شما طرف یک روشنی رفتین وطن طرف یک صلح رفت یک طرف یک نظام اسلامی حرکت کرد ما کل ما آماده هستیم پالوی شما ایستاد شویم و از وطن و ملت خود دفاع کنیم و در پالوی نظام خود ایستاد شویم. در همین حال فرمانده پلیس بغلان از همکاری تفنگداران حزب اسلامی با نیروهای دولتی یاد میکند. از دیدگاه بسیار یک نسبت به نظام پیدا کرده و بالاخره در منافع کشور تشکری میکنیم. در غیر صورت ما خودمان قادر به تامین امنیت در ساعت کارکر هستیم. فرمانده حزب اسلامی در بغلان تاکید می‌ورزد تا زمانی که گلبدین حکمتیار رهبر این حزب دستور برایش ندهد زیر دستانش جنگ افزارها را بر زمین نخواهند گذاشت. وی هشدار می‌دهد که هرگاه جنگ افزارهایشان را بر زمین بگذارد طالبان بخشای زیر نفوذش را تصرف خواهند کرد. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند که اگر نهادهای امنیتی برای از میان بردن پناهگاه‌های طالبان در ولسوالی شیندند این ولایت تلاش نکنند، ناامنی‌ها این ولسوالی امنیت شهر هرات را نیز بدتر خواهد کرد. در همین حال سخنگوی پلیس هرات میگوید که تا هنگامی که ولسوالی‌های تازه ساخته شده در شیندند به ارائه حکومتداری محلی در این بخش‌ها آغاز به کار نکنند، نهادهای امنیتی نیروهای تازه را به شیندند نخواهند فرستاد. ادامه خبرها. گشایش راه‌های بدیل ترانزیتی پاکستان زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و افزایش صادرات در کشور فراهم خواهد ساخت. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که تا اکنون توانستند بیش از 3 راه بدیل ترانزیتی و بازرگانی پاکستان را در منطقه دریابند. آنان میگویند که در حال حاضر با بکارگیری از راه‌های ترانزیتی ایران، کشورهای آسیای میانه و هند، روابط بازرگانی و ترانزیتی با کشورهای سوم در منطقه رشد چشمگیری داشته است. همزمان با افزایش مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان، افغانستان راه‌های بدیل این کشور را در منطقه جستجو کرده است. وزارت تجارت و صنایع میگوید که در حال حاضر افغانستان از راه بندر چابهار به ایران و هند، از راه کشورهای آسیای میانه به قفقاز، روسیه و چین و حتی کشورهای اروپایی پیوند شده است. مسئولان این وزارت به کار شدن راه‌های بدیل پاکستان را برای ترانزیت و بازرگانی کشور در منطقه سودمند می‌دانند و می‌گویند که این کار گذشته از حل وابستگی بیش از حد بازارهای کشور به بازارهای پاکستان، زمینه را برای توسعه روابط بازرگانی با دیگر کشورهای منطقه فراهم ساخته است. ما مرز طولانی با پاکستان داریم، کنترل این مرزها مشکل هست، قاچاق از این مسیرها زیاد هست و توقع انتظار از پاکستان این است که با یک دید مثبت به تجارت و ترانزیت ببینه. از سوی مسئولان اتاق تجارت و صنایع، هرچند به کار شدن راه‌های بدیل ترانزیت کالاها را برای بازرگانان افغان بسیار مهم می‌دانند، اما می‌گویند که حکومت باید توافقنامه‌های لازم بازرگانی و ترانزیتی را با شرکای بازرگانی جدیدش داشته باشد. در طی 13-14 سال گذشته خواست سکتور خصوصی از دولت در قسمت حل مشکلات ترانزیتی می بوده که باید راه‌های بدیل جستجو شود. یکی از راه‌های بدیل ترانزیتی که ما را از متکی بودن به پاکستان بیرون میاره، یکم استقلالیت میبخشه، او فعالسازی بندر چابهار است. در این حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که همزمان با کم علاقگی بازرگانان افغان به داد و ستد بازرگانی با پاکستان، این کشور تلاش دارد با بکارگیری از راه‌های ترانزیتی غیر قانونی کالاهایش را به بازارهای کشور صادر کند. وزارت انرژی و آب از ساخت یک سولار پارک بزرگ در کنار بند نغلو خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که با ساخته شدن این سولار پارک 100 مگاوات برق خورشیدی و شبکه برق ننگرهار، کابل و کاپیسا افزوده خواهد شد. معین وزارت انرژی و آب می‌گوید که بانک توسعه آسیایی علاقه‌مند است که یکی از بخشی از این پروژه را تمویل کند. مهاجران افغان از وضعیت در اردوگاه‌های مهاجران در فرانسه و روند رسیدگی حکومت فرانسه به درخواست‌های پناهندگیشان سخت شاکی‌اند. آنان می‌گویند که حکومت فرانسه به وعده‌هایش پابند نیست. از همین رو از مراکز پذیرش مهاجران دوباره به اردوگاه کالا موسوم به جنگل برگشت داده شدند. مهاجران افغان که چند پیش از سوی پلیس فرانسه از اردوگاه کالا موسوم به جنگل
با اجبار بیرون ساخته شده بودند، اکنون بار دیگر خطر بزرگی را پذیرفته‌اند و دوباره به این اردوگاه آمده‌اند. آنان میگویند که حکومت فرانسه به آنان وعده سپرده بود که با ترک این اردوگاه در مراکز پذیرش ثبت نام شده و به درخواست‌های پناهندگیشان رسیدگی می شود. اما هرچند مدت زیادی را در مراکز پذیرش سپری کرده‌اند، اما به درخواست‌های آنان رسیدگی نشده است. شپږ میاشتې ټیم راکړ، شپږ میاشتې پوره سولې، بیا ډوبلینډي راکړله، مال زه تر څو به موږ دلته درتاړو او تر څو به موږ کور پرې خیال لکه بچیان دي هر څه دي، موږ به تر څو دلته پراته یو. بس همدا ډوبلینډي آخر ما هغه ځای پرېښود، راووتم دلته. در همین حال محمد سردار که به یکی از مراکز پذیرش انتقال داده شده است، از وضعیت این مرکز سخت انتقاد می کند. جنگل که بود خوب بود، ما اونجا اتاق داشتیم دیگه، کل چیز نان میرفت، سلام جای ما مشخص بود، جای امام کردن مشخص بود، جای خواب داشتیم، همه چیز اونجا امکانات برای ما بود که چی میگه. فعلا که از اینجا این شما خودتون میبینید محترم میان، پلیسا یارا نمیمونه، با از یک سال زیادتر یا حق ندارن اینجا باشند. ما خودمون از زیر درخت‌ها خاموشیم. از سوی هم نهادهای مددرسان میگویند که برگشت مهاجران به گونه غیر قانونی به اردوگاه کالا سبب خواهد شد که پلیس فرانسه آنان را بازداشت کند. پلیس خواستار آن است که تأسیسات دائمی برای مهاجران در کالا ایجاد نشود. از همین رو خیمه های آنان به گونه دوامدار تخریب می شود. پلیس همچو شکار مهاجران را همه روزه و شب تعقیب می کند. اردوگاه جنگل که در شهر کالا در شمال فرانسه موقعیت دارد، چند پیش از سوی پلیس فرانسه توسط بلدوزرها و ایران ساخته شد. در این اردوگاه بیشتر مهاجران افغان، سوریه و عراق که خواستار رفتن به بریتانیا بودند به سر می بردند. و نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی ایالات متحده پشتیبانی میشوند میگویند که آخرین جاده منتهی به شهر عراقه پایتخت خودخوانده گروه داعش را تصرف کردند. این نیروها گفتند که با مسدود شدن این راه شهر عراقه به گونه کامل محاصره شده است. به تازگی گروه داعش بزرگترین پایگاهش را در شهر موصل عراق که دومین مرکز داعشیان به شمار میرفت نیز از دست داده است. سپاسگزار هستیم از همراهیتان به خبرهای این ساعت در شبکه تولو و در ادامه ما را در شبکه تولو نیوز دنبال کنید. شبتان خوش. نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از شبه نظامیان کرد و عرب سوری از پیشروی‌هایشان در شهر رقه خبر می‌دهند. در نبرد رقه نیروهای آمریکایی از این شبه نظامیان پشتیبانی هوایی می‌کنند. با تازگی برت مکگورک فرستاده ویژه ایالات متحده به ائتلاف جهانی ضد داعش از شهر طبقه در ولایت رقه دیدن کرده است. نبردها در رقه در حال ادامه دارند که شهر موصل در عراق تا اندازه بسیاری از جنگجویان گروه داعش پاکسازی شده است. نیروهای ضد هراس‌افکنی مسجد نوری را که ابوبکر بغدادی خلافت خودخوانده‌اش را از آنجا اعلام کرد گرفتند و اکنون تنها بخش کوچکی به وسط 1 کیلومتر مربع در اختیار این گروه است که آن هم در محاصره نیروهای ما قرار دارد. در همین حال یک کمیته سازمان ملل متحد پس از بررسی‌هایش میگوید که در حمله 3 ماه پیش حکومت سوریه بر شهر خان شیخون در شمال این کشور از گاز ممنوعه سارین کار گرفته شده بود. وزیر خارجه بریتانیا بر مجازات عاملان این رویداد تاکید دارد. در نشست شورای اروپایی بریتانیا تلاش خواهد کرد تا بر عاملان این حمله تحریم‌های وضع کند. ایالات متحده آمریکا 300 تن را در پیوند به این حمله تحریم کرده است. کسانی که از جنگ افزارهای کیمیایی کار می‌گیرند باید پاسخگو باشند. در حمله 3 ماه پیش بر شهر خان شیخون 10 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و 10 تن دیگر مسموم شدند. اما حکومت سوریه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. یک زوج در کابل تمامی هزینه‌های عروسیشان را در ایجاد یک کارگاه خیاطی هزینه می‌کند. این زوج امروز مراسم عروسیشان را بسیار ساده برگزار کردند. یکی از هدف‌های این کارشان را شکستن سنت‌های نادرست و مخالفت با هزینه‌های هنگفت در عروسی‌ها می‌گویند. آنان می‌افزایند که پول عروسیشان را در ایجاد یک کارگاه خیاطی هزینه می‌کنند که با این کار برای 40 تا 50 زن نادار
زمینه کار دائمی فراهم خواهد شد. در همین حال عروس یک عامل اصلی خشونت‌ها در خانواده‌ها را هزینه‌های سنگین در برگزاری مراسم عروسی می‌گوید. علیزاده و عارفه دو جوان است که دلداده یکدیگرند. نخست با هم آشنا شدند و سرانجام تصمیم ازدواج گرفتند. این دختر و پسر برخلاف میل خانواده‌هایشان مراسم عروسیشان را بسیار ساده برگزار کردند. اینجا نه سالن عروسی است و نه هم برنامه‌های مجللی که برگزاری آن هزینه‌های سنگین و کمرشکنی بردارد. ما خودم و خانم مامی تصمیم گرفتیم ما یک روز 1000 نفر نان نمیتیم، حداقل ابتدایش آغازش برای 50 نفر یا 100 نفر نان دائمی را تضمین میکنیم. عارفه جویا دختری که تا چند پیش افسر پلیس بود و برای تامین امنیت کشور نیز مبارزه کرد. بار دیگر کمر مبارزه را در برابر سنت‌های ناپسند اجتماعی و فرهنگی بسته است. مصارفی که عروسی میشه او سر مردا فشار میاره، مثلا اونا رو قرضدار میکنه، صحیح است، ولی خانم که امرای ازوی ازدواج میکنه خود خانه زاموس. به گفته آنان هزینه‌های انگفت برای برگزاری مراسم عروسی، رسم و رواج‌های ناپسند اجتماعی بار سنگین است بر دوش جوانانی که میخواهند عروسی کنند. میخوایم به تمام دخترایی رو بگوییم که امی محبت شوهر خود یا احساسات از او رو در پول نبینین. یکی به نام برادر بخشی، یکی به نام کاکا بخشی، یکی به نام ماما بخشی، با یک نحوی کندن است. تصمیم کم پیشینه این دو جوان در غرب کابل بسیاری ها را شگفتی زده کرده است. شماری از جوانان میگویند فرهنگ‌های ناپسند اجتماعی در افغانستان زندگی را برای جوانان به ویژه جوانانی که توان پرداخت هزینه‌های انگفت عروسی را ندارند و بار قرض و وام‌ها بر دوششان سنگینی می‌کنند دشوار ساخته است. مثل که رسم و رواج از قدیم بودن، اینها را مثل رسم و رواج پیروی کردن و گفتن ما کم نبیم، پیش قوم خود کم نبیم که فلانی این کار کرد ما نکردیم. علیزاده جویا و عارفه جویا هر دو در یک دانشگاه دانشجو نیز هستند و از ادامه زندگیشان در کنار هم خرسندند. آنان از خانواده‌ها می‌خواهند که با پسندیدن سنت‌های ناپسند با زندگی فرزندانشان بازی نکنند. هرچند حکومت افغانستان قانونی را درباره ازدواج‌ها تدوین کرده است، اما این قانون در جلوگیری از هزینه‌های ازدواج مؤثر واقع نشده است. ریاست نگهداری از محیط زیست بغلان از ساختن ساختمان‌های خودسر در شهر پلخمری نگران است. رئیس نگهداری از محیط زیست میگوید که اگر این روند همین گونه ادامه یابد تا 20 سال دیگر شهر پلخمری از نگاه محیط زیستی قابل زندگی نخواهد بود. در همین حال باشندگان شهر پلخمری میگویند که حکومت باید اعمار ساختمان‌های غیر معیاری را در این شهر متوقف سازد. نگرانی ها از ساختن ساختمان‌های خودسر و غیر معیاری در شهر پلخمری. ریاست نگهداری از محیط زیست بغلان هشدار می‌دهد که اگر روند اعمار این ساختمان‌ها ادامه یابد تا 20 سال دیگر در شهر پلخمری زندگی ممکن نخواهد بود. نفوسی که در داخل از شهر زندگی میکنه یا کاهش پیدا بکنن برای ایجاد سرک‌های از یا مثلا سیستم‌های استاندارد و معیاری ساخته شود. اگر به همین سیستم ادامه پیدا بکنه ما متأکد هستم که 10 سال بعد یا الا 20 سال بعد دیگه در داخل شهر پلخمری امکان زندگی نیست. شمار از باشندگان شهر پلخمری میگویند که حکومت باید جلو اعمار ساختمان‌های خودسر و غیر معیاری را در این شهر بگیرد. ماستر پلان شاروال نداشته، هر زورمندی که هر جای آمده به خود بلند منزل ساخته، نه پارکینگ بوتر وجود داره. این آپارتمان ها و این راهروهایی را که ما شما می‌بینیم، دکان هایی را که می‌بینیم غیر استاندارد به گفته شاروال یا استاندارد هستند یا نیستند، بسیار در وضعیت خراب قرار دارند که در هر جای به شکل زورآباد آباد شده و این هم یک معضله بزرگ در قسمت محیط زیست در ولایت بغلان چه کرده خلق کرده. رئیس نگهداری از محیط زیست ولایت بغلان میگوید که درباره این مشکل بارها مقام‌های محلی بغلان را در جریان گذاشتند، اما در این باره هیچ کاری نشده است. در این باره نظر ریاست شهرسازی بغلان را گرفتن نتوانستیم.
ورزشکاران معلول مرکز تعلیمی نظامی کابل آماده رفتن به کانادا می شوند. قرار است 7 تن سربازان و افسران بازنشسته ارتش در بازی‌های شکست ناپذیر در کانادا شرکت کنند. صمیم فرامرز خبرنگار تولونیوز از این میان زندگی سرباز را که در انفجار ماین دستانش از بین رفتند به تصویر کشیده است. این سرباز میگوید که به گونه خستگی ناپذیر برای رقابت با ورزشکاران 17 کشور دیگر آماده می شود. گام هایی که با میدان های نبرد به خوبی آشناستند و فراز و نشیب های بسیار را دیدند. اکنون آماده رفتن به میدان رقابت با ورزشکاران جهان می شوند. ما در ولایت کنر در ولسوالی اسمار زمانی که افسر اردو بودم در یک ثانیه انفجار ماین ما یک دست خود دست دادم، دست دیگه ما هم زخمی شده بود. ناوقت به شفاخانه رسیدم، این دست ما هم معلول شد. رویدادی که 2 دست او را از او گرفت بر امید او به زندگی رخنه نکرد. معلولیت ناتوانی نیست بلکه یک معلولیت اجتماعی است. به شرطی که فرصت‌ها و زمینه‌ها مساعد شود معلولین میتوانند مانند سایر افراد در تمام عرصه‌های زندگی حتی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سهم بگیرند. جوانانی که عضوی از بدنشان را در دفاع از کشور از دست دادند اکنون در تلاش آوردن دستاورد برای کشور هستند. وقت ډیر لرو، وقت زمان ډیر دلته تمرینات اجرا کوو. بعد د تمرینو کېدای شي ان شاء الله موږ ښه وځلیږو هغه مسابقه کې. هغه چې بل مسابقه کې موږ مډالونه اخیستي و دې مسابقه ان شاء الله زموږ فعالیت به ډیر ښکلی ښه. این ورزشکاران از میان 70 سرباز و افسر بازنشسته ارتش انتخاب شدند و تا 3 ماه دیگر برای شرکت در سومین بازی‌های شکست ناپذیر رهسپار کانادا می‌شوند. یک خودش به معلولین و معیوبین خصوصاً معلولین و معیوبین نیروهای دفاعی مخصوصاً اردوی ملی افغانستان که اینا فکر نکنن که وزارت دفاع یا مردم افغانستان متوجه از زیان نیست یا فکر از زیان نیستن. بازی‌های شکست ناپذیر یا اینویکتس از سوی یکی از شاهزادگان بریتانیا برای قدردانی از سربازان و افسران معلول کشورهای جهان راه انداخته شد. نخستین دور این بازی‌ها در سال 2014 میلادی در لندن برگزار شد. نیروهای پلیس در مرکز ولایت پکتیا خواهان راه اندازی عملیات بر ضد طالبان در این شهر هستند. شماری از نیروهای پلیس ملی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا میگویند که طالبان در چند کیلومتری این شهر فعالیت میکنند و بر پاسگاه‌های آنان حمله میکنند. در همین حال فرماندهی پلیس ولایت پکتیا میپذیرد که تهدیدهای برخاسته از فعالیت‌های طالبان در گردیز زیاد هستند، اما تشکیل پلیس برای رسیدن به این تهدیدها کوچک است. نیروهای پلیس ملی در چند کیلومتری شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از افزایش فعالیت‌های طالبان نگران هستند. آنان میگویند که ساحه نفوذ طالبان در گردیز رو به گسترش است و جنگجویان این گروه حمله‌های ناگهانی و ترورهای سازمان یافته را افزایش دادند. آنان خواهان توجه جدی به این نگرانی هستند. دولت نه غواړي چې دولت دلته یو عملیات وکړي چې مثلا دا کوم خلک چې د چا نه راپور لري چې څوک دلته دې مسلح وسر لري هغه باید ونیسي او که هغه نشي کولی هم دلته چې پوسټه واچي دوامداره هیڅ مشکل نشي ته پوسټه واچي هم د خلکو امنیت تامیني او هم د صحت دولت هم دا غوښتنه ده چې مثلا په دې لاین باندې دې لارې دي د پکتیا مرکز څلور لارې مثلا د څلور لاینونه دي عمومي لاینونه دا باید دولت کوي چې ځکه چې د دې لارې نه دولت په اسانۍ سره در همین حال شورای ولایتی پکتیا نگرانیش را درباره افزایش فعالیت‌های طالبان در حومه‌های شهر گردیز ابراز می‌کند و می‌گوید که این نگرانی با نهادهای کشفی و استخباراتی در میان گذاشته شده است. ارسو دیتا کشفی او امنیتی ارګانونه دا وظیفه دا مسئولیت لري چې باید دښمن هغه فعالیتونه چې په هر سیمه کې یا ترسره کوي یا دوی دیتا تصمیم نسی باید وقت نمخ کشند کی. فرماندهی پلیس ولایت پکتیا افزایش تهدیدهای امنیتی را میپذیرد، اما میگوید که شمار نیروهای پلیس اندک است. تروریستان غواړي چې بی‌ثباتي راوړي او ناامني راوړي. نو د پکتیا ولایت هم دغسې چې د راځي له لحاظه د جغرافیې له لحاظه ټول سابلوبور ده. نو کوم تشکیلات چې د پخوا د دې لپاره منظور شوی او ټاکل شوی ده هغه وخت کې تهدیدات ډېر ټیټ وو. اوس تهدیدات اوچت ده. دغه تشکیلات باید مطابق د تهدیدات باید تشکیلات هم باید لوړ شي.
این در حال است که شمار از باشندگان بخش‌های اطراف شهر گردیز می‌گویند که فعالیت‌های طالبان در این بخش‌ها رو به گسترش است و هرگاه حکومت این نگرانی را جدی نگیرد اوضاع امنیتی بدتر خواهد شد. شماری از خانواده‌هایی که در اثر جنگ و ناامنی از فاریاب به مزار شریف آواره شدند میگویند در شرایط دشوار زندگی میکنند. آنان از دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی بهداشتی نگران هستند و میگویند ناگزیرند که در هوای گرم زیر خیمه‌ها زندگی کنند. این آوارگان می‌افزایند که گرم شدن هوا از یک سو و استفاده از آب‌های آشامیدنی غیر بهداشتی از سوی دیگر سبب شده است تا بیشتر کودکانشان به بیماری اسهال مصاب شوند. ممنون از همراهیتان به خبرهای این ساعت. در دقایق پایانی هم همکار ما خبرهای ورزشی را تقدیمتان می‌کند. وقتتان خوش. سلام، خوش آمدید به این بخش خبرهای ورزشی. شام دیروز مردم کندهار بعد از آوردن عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را از سوی بورد کرکت کشور جشن گرفتند. یک کاروان بزرگ تصویرهای هیئت رهبری کرکت بورد و بازیکنان ملی را انتقال می‌دادند و این جشن را با اتن و گرد همایی بزرگ تجلیل نمودند. این در حال است که تیم ملی کرکت کشور بعد از آوردن عضویت دائمی شورای جهانی و حق بازی‌های تست برای نخستین بار به روز 11 ماه جولای در میدان لاردز لندن در یک دیدار پنجاوره پا به میدان رقابت خواهد گذاشت. ملی پوشان زیر 19 سالگان کرکت کشور در میدان گریتر نویدای هند تمرینات آماده سازی خود را آغاز کردند. قرار است ملی پوشان کرکت کشور بعد از یک هفته تمرینات در هند برای اشتراک در رقابت‌های راهیابی به جام جهانی کرکت رهسپار سنگاپور شود. ملی پوشان 19 سال کرکت کشور تمرینات همه‌جانبه خود را برای رقابت‌های راهیابی جام جهانی کرکت که قرار است به روز 15 ماه جولای در سنگاپور برگزار شود در هند آغاز نموده است. این در حال است که ملی پوشان کرکت کشور در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها به روز 17 ماه جولای به مصاف مالیزیا خواهد رفت. سپس در دومین دیدار خود به تاریخ 18 ماه آینده میلادی در مقابل سنگاپور میزبان بخت آزمایی خواهد کرد و به تاریخ 20 ماه جولای در مقابل نیپال پا به میدان رقابت خواهد گذاشت. در پایان این رقابت‌ها یک تیم که بیشترین امتیازات را از این دور رقابت‌ها به دست بیاورد میتواند جواز حضور در جام جهانی کرکت زیر 19 سالگان جهان را به دست بیاورد. این در حال است که بورد کرکت کشور از آمادگی‌های کامل تیم ملی زیر 19 سالگان کشور برای این رقابت‌ها خبر می‌دهد. ورزشکارانی که از ولایت قندهار به بغلان رفتند میگویند که هدف سفرشان به ولایت‌های شمالی کشور گسترش روابط میان شهروندان کشور است. شماری از ورزشکاران ولایت قندهار که برای راه اندازی مسابقات فوتبال به بغلان رفتند میگویند که به هدف نزدیکسازی شهروندان کشور به ولایت‌های شمالی کشور سفر کردند. در همین حال مسئولان ورزشی ولایت‌های بغلان و قندهار میگویند که این گونه مسابقات اختلاف‌ها میان اقوام در کشور را از میان خواهد برداشت. ورزشکارانی که از ولایت قندهار به بغلان پیام صلح و وحدت آوردند. مسئولان ورزشی قندهار میگویند که برای نزدیکی باشندگان ولایت‌های جنوبی و شمالی کشور مسابقات فوتبال را میان تیم‌های فوتبال ولایت قندهار و بغلان راه اندازی کردند. موږ هدف ډیر دغه دی چې موږ یووالی او اتحاد او کوم په سپورت کې کوم قوانین دي په هغه باندې ولاړ سو. در همین حال آمریت فدراسیون فوتبال بغلان میگوید که این گونه مسابقات وحدت میان اقوام را در کشور بیشتر میسازد. تاثیرات بسیار خوب داره که مردم افغانستان نه تنها به جنگ بلکه به صلح زیادتر تمایل دارند، می‌خواهند که صلح در وطنشان ثبات حاکم شود. در این مقطع زمانی که داره انتحار، انفجار و بربریت روان است در افغانستان، ما خواستیم یک بار دیگر بر مردم افغانستان وانمود بسازیم که هستند کسانی که صلح میگویند و میخواهند که آرامی برقرار باشد. ورزشکاران بغلان و قندهار میگویند که میکوشند تا با راه اندازی این گونه مسابقات پیام صلح را به شهروندان کشور برسانند.
این اتحاد و همبستگی ما را نشان میده. این فرق نمیکنه که ما از چی از قندار باشه چی از بغلانی، فرق این نمیکنه. سلو ولایت‌ها مکتوبان را کردن که تجربه بازند فراز سامر و ملت بخیلی رده نمور زعم مشتاق سوالی این مسابقه فوتبال که میان تیم‌های نوجوانان ولایت کندهار و بغلان راه اندازی شده بود 3-2 به سود تیم فوتبال ولایت بغلان پایان یافت. انزو زیدان پسر زینودین زیدان سرمربی رئال مادرید از این باشگاه جدا شد و به آلاوس پیوست. باشگاه رئال با تایید این خبر اعلام کرد که انزو زیدان قرارداد 3 ساله با آلاوس امضا کرده است. انزو که بزرگترین فرزند اسطوره فرانسوی است در اکادمی جوانان رئال رشد کرد و در تنها دیداری که برای تیم اولین باشگاه به میدان رفت پیروزی 6-1 مقابل لئونسا در کوپا دل ری بود که موفق به گلزنی هم شد. او همچنان در 78 دیداری که برای تیم دوم رئال انجام داده 7 گل زده و 15 پاس گل داده است. تیم ملی آلمان با پیروزی 4-1 مقابل مکزیک بعد دیدار نهایی رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها راه پیدا کرد. شاگردان یوخیم لو در این دیدار با ارائه یک نمایش برتر توانستند 4 بار دروازه قهرمان کوینکو کاف را باز کنند و حریف شیلی در فینال جام کنفدراسیون‌ها شوند. آلمان بازی را هجومی آغاز کرد و تنها 6 دقیقه از بازی سپری شده بود که گورتسکا گل اول بازی را به ثمر رساند. روی پاس در عرض هنریش به پشت محوطه جریمه مکزیکو بود که گورتسکا با یک ضربه دقیق کار را تمام کرد. مکزیکی ها هنوز از شوک این گل خارج نشده بودند که در دقیقه 8 گل دوم را دریافت کردند. این بار روی پاس در عمق تیمو ورنر بود که گورتسکا با اوچاوا تک به تک شد و با یک ضربه دقیق توپ را به گوشه دروازه مکزیکو فرستاد. His first double. نیمه دوم هم با حملات مکزیکو آغاز شد، اما باز هم این بازیکنان آلمان بودند که موقعیت‌های خطرناک تری روی دروازه حریف ایجاد کردند تا اینکه در دقیقه 59 توانستند به گل سوم برسند. روی یک حرکت هماهنگ و پاس در عرض یوناس هکتور بود که تیمو ورنر با یک بغل پای ساده توانست حساب کار را 3-0 کند. بعد از این گل مکزیکویی ها فشار حملاتشان را بیشتر کردند و چند بار تا آستانه زدن گل پیش رفتند تا اینکه در دقیقه 89 توانستند یکی از گل های خورده را جبران کنند. روی یک ضربه آزاد بود که مارکو فابیان با شوت غیر قابل مهار توانست دروازه تراشتگن را باز کند و اختلاف را به 2 گل افزایش بدهد. اما آلمانی ها خیلی سریع به این گل واکنش نشان دادند و در اولین دقیقه از وقتهای اضافه روی پاس امر جان امین یونس با یک ضربه دقیق دروازه مکزیکو را برای بار 4 باز کرد تا آلمان صعود مقتدرانه به فینال داشته باشد.
Everything Yogi Love has touched in this tournament has turned to gold. تیم ملی زنان کرکت استرالیا توانستند در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زنان تیم ملی کرکت سریلانکا را با تفاوت 8 ویکت شکست بدهند. در پایان این دیدار جنگی از تیم سریلانکا با انجام دادن 178 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم ملی کرکت زنان سریلانکا آغاز کرد و توانست در 50 اوور بازی با از دست دادن 9 بازیکن 257 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم سریلانکا جناینگنی خوب درخشید و توانست 178 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالنگ برای تیم ملی کرکت زنان استرالیا بیامس خوب درخشید و توانست در مقابل کمترین دوش 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. ملی پوشان زن کرکت استرالیا در مقابل بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کرد و توانست در آور 44 بازی با از دست دادن 2 بازیکن هدف داده شده تیم ملی کرکت سریلانکا را برآورده سازد و این تیم را با تفاوت 8 ویکت شکست بدهد که در بخش بیتینگ برای تیم ملی زنان کرکت استرالیا لننگ خوب درخشید و توانست 152 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالنگ برای تیم ملی کرکت سریلانکا ویر کودی خوب درخشید و توانست در مقابل کمترین دوش 1 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار جناینگنی از تیم سریلانکا با انجام دادن 178 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. گاوسواری ورزش سنتی اسپانیا که با گذشت قرنها در این کشور و مناطق زیر استعمار آن همچنان جریان دارد. خشونت بیش از اندازه موجود در این مسابقه سبب شده است تا گروه‌های هوادار محیط زیست و حیوانات بارها در اعتراض به آن تجمع کنند. اما در مقابل هیجان مسابقه قدامت بسیار و از همه مهمتر نقش آن در جذب گردشگری برای کشورهای مانند اسپانیا باعث شده است که مخالفان گاوسواری نتوانند تاکنون ره به جای ببرند. گاوسواری یکی از مهمترین بازی‌ها در کشور اسپانیا است و گاوسواران را به زبان اسپانیایی ماتادورها می‌نامند. ماتادورها ورزشکاران شجاع، بیباک و مورد ستایش مردم علاقمند به این ورزش هستند. گاوسواری از سرگرمی‌های مشهور کشور اسپانیا است. این سنت در درون و بیرون از اسپانیا موافقان و مخالفان زیادی دارد. کسانی که موافق این بازی هستند به جنبه تاریخی این سنت تاکید دارند و مخالفان بر این باورند که در این بازی گاوها مورد آزار و اذیت قرار دارند. گاوسواری فقط منحصر به کشور اسپانیا نیست، بلکه در تاریخ کشورهای چون پرتغال، آمریکای لاتین و شهرهای جنوبی فرانسه نیز این سنت وجود داشته است. و پایان خبرهای ورزشی.